محل نگهداری چاروا در جماعت زده ناحیه ورزاب. در اینجا اساساً زنان کار میکنند. آنها شیر میدوشند، دوغ میکشند و روغن ذخیره میکنند. امینه نورزاده 29 ساله در ایلاق یا جای سیراب و علف 3 ماه دور از خانه اش زندگی میکند. فرزندانش نیز با او هستند. کسب کارمون فقط دوغ میکشیم، میبریم خالی میکنیم خلطاده. با میریم میکویمشون که سخت شون. بعد خیلی در کاسا میگیریمشون با نمک میکنیم مگر. ما با همین کاری که در اینجا میکنیم خیلی خوشبخت هستیم. میسره ساکن دیگری زده نیز قریب 100 کیلومتر دور از خانه اش در ایلاق قرار دارد و میگوید که برای زمستان که در ده تا 6 ماه ادامه خواهد یافت محصولات ذخیره میکند. کاکو مختشیدیم دیگه گاه هیچ دشواری رو نداره. اینجا داخل کم 3 ماه میستیم در و کشیدن قشلاق ده به ما رو میان میبرن. جمع میکنیم چیز چاره رو با میریم خونان. در جماعت زده در ناحیه ورزاب تقریباً 20 جای سیراب و علف موجود است. ساکنان میگویند که قسمی از محصولات را برای خود و خانواده ذخیره کرده، قسم دیگر را میفروشند. نمی سفیدی ما گام نمی چیز تیار میکنیم، هیچ دیگه نیست در اومدیم. ما نمی شیر و جرغات. همصحبتان ما گفتند هرچند آسان نیست ولی با سبب نبودن کاری دائمی و منبع دیگری درآمد زندگی در ایلاق را پذیرفتند.